شروع به کار بکنیم ما نیاز داریم که کتابخانه‌های پنداز و نامپای رو وارد کرنلمون بکنیم. import numpy as np و import pandas as pd. اگر که قصد داشته باشید که اطلاعی راجع به در واقع ورژن یا کانفیگ پندازتون داشته باشید میتونید با دستور پرینت در واقع و در کتابخانه پنداز ورژن رو در واقع تایپ بکنید. مشاهده میکنید که به ما در واقع ورژن پندازمون رو اطلاع داده که 1.1.3 هستش و آخرین ورژنی هستش که برای پنداز وجود داره در این تایم. خب حالا ما میخوایم که در واقع کتابخانه پنداز رو و با فانکشن سریز شروع بکنیم. من ابتدا یک سری خالی در واقع با دستور پنداز میخوام بسازم. ببینید وقتی که پیدی رو تایپ میکنید نقطه رو که بذارید، اگر که کلید شیفت تب رو بزنید برای شما اطلاعاتی در واقع نمایش میده. اگر که کلید تب خالی رو بزنید کلیه در واقع فانکشن هایی که در کتابخانه پنداز قابل دسترسی هستند رو مشاهده می کنید. من به دنبال سریز هستم، سریز رو انتخاب میکنم. شما میتونید تایپ هم بکنید ولی میخواستم بهتون نشون بدم که اگر که بعد از در واقع فراخوانی کتابخانه پنداز، حالا هر کتابخانه، اگر که مثلا نامپای هم بود به همین صورت، در واقع مطبلات هم بود به این صورت، شما بعد از نقطه‌ای که میذارید کلید تب رو که فشار بدید کلیه فانکشن هایی که در اون کتابخانه قابل دسترس هستن رو بهتون نمایش میده. بنابراین من یک سریز میخوام بسازم. حالا شما وقتی که فانکشنتون رو فراخوانی کردید اگر که کلید شیفت تب رو در واقع فشار بدید به شما آرگومان هایی که داخل این فانکشن میتونه قرار بگیره رو نشون میده. اگر که با در واقع من یک بار دیگه کلید شیفت تب رو فشار میدم، این گزینه رو که بذارید در واقع باز میکنه برای شما و آرگومان هایی که در سریز میتونه قرار بگیره رو به شما نشون میده که شما دیتا میتونید بذارید، ایندکس تعریف بکنید، نوع داده و اسم و موارد دیگری رو که میتونید به سریتون اضافه بکنید و در واقع به عنوان آرگومان هستش و در واقع ورودی هستش که به سریتون میدید و یک سری خروجی متناسب با اونها دریافت میکنید. اطلاعاتی راجع به در واقع دیتا، ایندکس، نوع داده، اسم و کپی برای شما آورده شده. شما میتونید مطالعه بفرمایید و متناسب با اون چیزی که از شما خواسته شده آرگومان هاتون رو تعیین بکنید. یک گزینه داره که در واقع شما میتونید به در واقع در یک صفحه دیگه برایشان، در یک زبانه دیگه برای شما این رو به صورت گسترده تر نمایش میده و به این صورت یک بار دیگه و هم که دریچه‌ای هستش که بسته میشه. بنابراین به این صورت ما یک سریز خالی ساختیم. به ما میگه که شما یک سریز دارید که در واقع به طور پیشفرض دیتا تایپمون رو اعشاری در نظر گرفته. حالا اگر که من یک لیستی در واقع تعریف بکنم به این صورت، یک لیست آ
نامگذاری کردم، برابر قرار دادم با تعریفی که خودم کردم و یک رشته یا استرینگ رو داخل این لیست ایمپورت کردم. و خب همونطور که مستحضر هستید، اگر که شما استرینگ داشته باشید، رشته یا متن داشته باشید، باید داخل کوتیشن یا دبل کوتیشن قرارش بدید. بنابراین اگر اگزیکیوت کنم این دستور رو، مشاهده می‌فرمایید که برای من مجدداً لیست رو فراخوانی میکنه و نشون میده. حالا اگر که من قصد داشته باشم که لیستی که تعریف کردم رو در کتابخانه پنداز تبدیل به یک سریز بکنم، با دستور در واقع pd.series این کار رو میتونم انجام بدم. ابتدا یک نامی برای سریزم انتخاب میکنم. من سریز آ رو انتخاب کردم. شما هر اسم دیگه ای که دوست داشته باشید میتونید بنویسید. آیه تنها بنویسید، دیتا فریم بنویسید، هر چیز دیگه ای که دوست داشته باشید رو میتونید اضافه بکنید. با دستور pd.series در واقع نام اون لیستی رو که اینجا ساختم فراخوانی میکنم و داخل در واقع پرانتز قرار میدم. وقتی که اگزیکیوتش بکنم با کلید شیفت اینتر مشاهده میفرمایید که در واقع به من یک سریز میده که این سری من شامل در واقع آیتم هایی هستش که داخل سریز من بود، داخل لیستی که تعریف کردم بود که الان تبدیل شد به یک سریزی که در واقع دارای ایندکس هایی نامبر مانند هستش. چون که ما بعداً میبینیم که میتونیم این ایندکس ها رو تغییر بدیم، ولی اینجا به صورت پیش‌فرض در واقع کتابخانه پنداز برای ما ایندکس رو به صورت نامبر تعیین میکنه. اگر که یک سریز دیگه من تعریف بکنم با نام x، اگر که بخوام در واقع مقادیر موجود در سریز ساخته شده رو مشاهده بکنم، از دستور values باید استفاده بکنم. بنابراین نام سری ساخته شدم رو می نویسم و دستور values رو اجرا می کنم. همونطور که مشاهده می فرمایید به من میگه که شما در واقع یک برداری دارید که شامل این موارد هستش و دیتا تایپتون هم آبجکت هستش، یعنی اینکه عدد نیست، شی هستش. در قسمت بعدی قصد داریم که در واقع برای سری ساخته شده خودمون یک ایندکس درست بکنیم. بنابراین من در واقع تعریف میکنم ایندکس نیم که در واقع من خودم این رو نامگذاری کردم. شما هم میتونید هر اسمی که دوست داشته باشید بهش بدید. یک کروشه باز میکنم و برای در واقع این نکته رو باید مورد توجه قرار بدید که سایز ایندکستون باید با سایز سریتون برابر باشه. یعنی اگر که ما داخل سریزمون در واقع 5 تا آیتم داریم، باید به ازای هر کدوم از آیتم هامون یک ایندکس داشته باشیم. بنابراین حالا من چون نام شهرها مد نظرم بود، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز. یک به توجه بکنید که در واقع 5 تا آیتم در سریز داریم و به ازای هر آیتم یک ایندکس یا نمایه هم در ایندکسی که تعریف کردیم داریم. بنابراین الان برای اینکه این ایندکس رو بشناسونیم که متعلق به سریز ما هستش، باید از دستور
ایندکس استفاده کنیم سریزمون رو فراخوانی میکنیم. دستور ایندکس و مساوی با نامی که برای ایندکسمون بالا قرار دادیم. بنابراین من حالا یک نیمی هم برای ایندکسمون قرار میدم. در واقع سیتی نیمز اگر باشه و من سریزم رو فراخوانی بکنم، مشاهده می‌فرمایید که در واقع ایندکس ما از بالا که در واقع اعداد بودن و به صورت پیشفرض پنداز برای ما در واقع ایندکس کرده بود هر آیتمی رو به یک عدد، الان مشاهده می‌فرمایید که در واقع ایندکس ما نام شهرها شد و هر کدوم از آیتم های موجود در سریز ما به نام خودش مرتبط و نمایش شد و در اطلاعاتش هم مشاهده می‌فرمایید که در واقع نیم یا نام این سریز ما هم سیتی نیم که سیتی نیمز هستش گذاشتیم و دیتا تایپ همون هم در واقع مشاهده می‌فرمایید که آبجکت هست و در واقع عدد نیستش. خب پس از اینکه ما سریمون رو تعریف کردیم و ایندکسیشن رو انجام دادیم، الان میخوایم که در مورد ارتباط در واقع نحوه نمایش هر یک از آیتم های موجود در سریز صحبت بکنیم. اگر که ما قصد داشته باشیم که در واقع اولین آیتم از هر سریز رو نمایش بدیم، 3 تا روش داریم. یکی این که به وسیله ایندکس این کار رو انجام بدیم. خب این در مواردی هستش که تعداد آیتم های ما کم باشه و ما قابلیت مشاهده داشته باشیم و بدونیم که کدوم مورد نظر ما هستش. مورد بعدی با استفاده از پوزیشن در واقع اون آیتم هستش. در واقع اگر که تهران مد نظر ما هستش، پوزیشنی که در اون قرار گرفته در واقع آیتم شماره 0 هست. اگر اصفهان باشه 1 و به این ترتیب 2 3 4 برای شیراز و مشهد و تبریز به کار میره. و سومین مورد و در واقع راهی که برای نشون دادن اولین آیتم وجود داره هم مجدد بر اساس پوزیشن هستش، ولی با دستور ایلاک هست و هیچ تفاوتی نمیکنه با دستور بالا. حالا من نمایش میدم. اگر که مربع رو بردارم، مشاهده می‌فرمایید که در واقع آیتم مرتبط با ایندکس تهران رو به ما نشون میده. اگر مجدد با استفاده از این مورد نشون بدم بر اساس پوزیشن، مجددا مشاهده می‌فرمایید که تیر رو به من نشون میده. حالا من اگر که 1 یا حالا 3 بذارم، مشاهده می‌فرمایید که بر اساس پوزیشن 0 1 2 3 ام رو باید به من نشون بده که مرتبط با مشهد هستش و به این صورت با دستور ایلاک هم شما این توانایی رو دارید که مشاهده بفرمایید آیتم مورد نظرتون رو. مورد بعدی در واقع آخرین آیتم رو اگر بخوایم مشاهده بکنیم، مجدداً 3 گزینه داریم، 3 راه داریم بر اساس پوزیشن ها که با در واقع فراخوانی سریز و نشون دادن جایگاهمون هستش که در واقع خب اگر بخوایم آخرین آیتم رو نشون بدیم با در واقع عدد منفی 1 نشونش میدیم. با دستور ایلاک هست مجدد بر اساس پوزیشن
فراخوانی میکنه. و سومین راهمون هم در واقع بر اساس ایندکسمون هستش که در واقع ما آخرین آیتمی که داریم رو تایپ میکنیم و در واقع از سریز ما سرچ میکنه و متناسب با اون در واقع آیتم رو فراخوانی میکنه. مجددا در اینجا مشاهده میفرمایید که اگر من بزنم در واقع آیتم تی رو بهمون نشون میده که مرتبط با تبریز هستش و من مجدد بر اساس ایندکس هم که نشون بدم به این صورت نمایش داده میشه. بنابراین اگر که آخرین آیتم رو بخواید در واقع از -1 استفاده میکنید و ما در مرحله بعدی در واقع مواردی که در وسط قرار گرفتن، بین دو آیتم ابتدایی و انتهایی قرار گرفتن رو اگر قصد داشته باشیم نمایش بدیم، مجددا بر اساس ایندکس، پوزیشن و مجددا پوزیشنشون هستش. بر اساس ایندکس خب مجددا در واقع نمایه ها رو فراخوانی میکنیم و به این صورت اگر نمایش بدیم مرتبط با هر ایندکسی آیتم مورد نظر رو به ما نمایش میده که مشاهده میکنید 3 آیتم میانی هستش و اگر که بر اساس پوزیشن من نمایش بدم مجددا مشاهده میفرمایید اینکه خب برای نمایش بر اساس پوزیشن در واقع ما با دستور ایلاک توضیح میدیم که در واقع آیتم هایی که بین مورد اول و آخر هستند رو به من نمایش بده. به این صورت در واقع کدنویسی میشه و مجددا اگر بدون دستور ایلاک هم باشه مشاهده میفرمایید که 3 آیتم میانی رو به ما نشون میده. خب یه موردی که در سریز پانداز وجود داره یا در پانداز سریز ها وجود داره که این در واقع تفاوتش با کتابخانه نامپای هستش. اگر که یادتون باشه در کتابخانه نامپای در واقع مورد آخر همیشه ما وقتی که یک آرایه ای رو تعریف می کردیم و مورد آخر رو به ما نمایش نمیداد، ولی در پانداز سریز ها این اتفاق نمیفته و مورد آخر رو هم به ما نمایش میده. کلا در کتابخانه پانداز به این صورت هستش، حالا چه در دیتا فریم ها چه در سریز ها شما آیتم آخر رو هم میتونید مشاهده بفرمایید. مورد بعدی در واقع زمانی هستش که ما میخواییم که سریزمون رو به صورت معکوس مشاهده بکنیم، یعنی آیتم هایی که در سریز ما وجود دارن به صورت معکوس به ما نمایش داده بشن که اینجا دیگه بر اساس ایندکس نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. مواردی که بالا ذکر شد بر اساس ایندکس در واقع در این مورد قابلیت نمایش ندارن و فقط بر اساس شروطی که در ایلاک و حالا بدون دستور ایلاک قابل اجرا هستش به وجود میان. مشاهده می‌فرمایید که اگر که من از دستور ایلاک استفاده بکنم در واقع میگم که تمامی سطرها و ستونهای من رو در نظر بگیر ولی به صورت معکوس. این -1 به صورت این -1 نیستش. این -1 که اینجا گذاشتیم در واقع آیتم آخر مد نظرمون بود، ولی اینجا ما آیتم های اول تا آخر رو میخوایم ولی به صورت معکوس شده یا ریورس شده در واقع میخوایم که نمایش داده بشه. مشاهده می‌فرمایید تمامی آیتم های ما رو از آخر به اول نمایش میده. با این دستور هم به همین صورت
میتونید در واقع معکوس آیتم های سریز رو مشاهده بفرمایید. مورد بعدی که در واقع مد نظر هستش این هستش که در واقع ما فقط آیتم های ابتدایی و انتهایی رو بخوایم نمایش بدیم. پس ما ابتدایی رو نمایش دادیم، انتهایی رو نمایش دادیم، میانی رو نمایش دادیم، معکوس شده و الان فقط آیتم های اول و آخر مد نظرمون هستش. باز هم بر اساس سه روش این امکان پذیر هستش، بر اساس ایندکس و دو مورد بعدی هم که پوزیشن هستن. ایندکس که خب تعیین میکنیم که ما فقط در واقع شهر تهران و تبریز مد نظرمون هستش که اگر نمایش بدم مشاهده می‌فرمایید که آیتم تهران و تبریز رو به من نمایش داد و بعد با دستور ایلا که بر اساس پوزیشن هستش، پوزیشن ابتدایی که خب 0 هست مربوط به در واقع تهران و انتهایی هم که با -1 نمایش میدیم. مشاهده می‌فرمایید که مجددا تهران و تبریز رو نمایش میده و نهایتاً با این دستور هم می توانیم مشاهده بکنیم آیتم های ابتدایی و انتهایی رو.